خانم شما زحمت میکشیم هم در نقش اساسی بازی میکنیم هم سیمکا میکنیم هم این مردم در چای میکشیم اکتیور ما خطی اکتریس همون شوشو میرفتیم تورسو میرفتیم که کینو دازور بازی کنم اینم نه همون شلر بود نه همون نقش چی رفتیستم نه نه بودی اینم نه همون کی بوتیک دا با کفایی به تدریس دارش так درش تایوره کودک رنگ آتش میشه باشه رنگ و چشم کودک شگل دیگه نیستی کودک ازای افت رنگی کی باشه شاتت دیگه آبی گلی چی دگنه فور کودک من در چی کار باشم آمار یکونجا پرداخت یکی خانهش بود اکمل یکی به میلیتر مراجعت میکنه چی تو بیار خوشه رفته با بود اون تاکسی رفته از مالوتش باید کرده خاله کودک من در چی حال باشم آن مرد یکونجا برده پرداخت یکی خانهش بود تو چهره اون مرد رو به خاطر داری؟ نه به خاطر ندارم لیکن آن مرد بسیار حلیم مینامد احمد بیا به میلیتیا مراجعت کنیم نه اکمل شاید با میلیتر رفتم مراجعت کنیم عزت باش اکمل شاید به میلیتیا مراجعت میکنیم چی تو اقلا کنه شاید با میلیتر رفتم مراجعت کنیم شاید به میلیتیا رفتم مراجعت کنیم چی تو اقلا دو خورده ای؟ ما با میلیت رفته چی میگیم؟ کودکمون در تاکسی مونده گرفته میگیم چه من میگه تو چی احمد رو خدایی با میلیتر رفتن چی میگویی میگویم که کودک همون رو در ماشین مونده گرفتیم یا که کودک همون رو در تاکسی پرتافته گرفتیم ولی ما آبشوتونم میگیرم آبشو میگیرم بعد کودکتونم میگیرم بیو رفتیم تو چی اقلا دو خورده ای؟ ایسا رکا عزت بودی نه هم گپ که اگر که چی تو اقلا دو مسترکه یک دل رفتیم اکمل شاید به میلیتیا مراجعت کنیم چی تو اقلا دو خورده ای؟ ما با میلیت رفته چی میگیم؟ میگویم کودکمون در ماشین مونده گرفتیم نه میگویم کودک همون رو گم کردیم نه میگویم که کودکمون رو گم کردیم اکمل میگه رفته که اون تاکسی پیش از ما رفته از مورد تو عریضه شکایتی نمیسته باشم رفته که اون تاکسی پیش از ما رفته با میلیت از بالای تو یکی ازش رو برد بچه سوز گازم رفتیم یک دو سه رفته اون تاکسی رفته که اون تاکسی پیش از ما رفته از بالای تو عریضه شکایتی نوشته باشه اینجا چی داری؟ گوش کن مرا رفته که اون تاکسی پیش از ما رفته از بالای تو عریضه شکایتی نوشته باشه رفتیم رفته که اون تاکسی پیش از ما از بالای تو عریضه شکایت نوشته رفته که اون تاکسی پیش از ما رفته از بالای تو عریضه شکایتی نوشته باشه رفته پیش از ما اون تاکسی عریضه شکایتی از بالای تو نوشته باشه نه خالی چهره اون مرد رو در خاطر داری؟ نه چهرهش رو در خاطر ندارم لیکن آن مرد بسیار خوب و حلیم مینمود اکمل شاید رفته به میلیتیا مراجعت کنیم چی تو اقلا دو خورده ای؟ ما با میلیت رفته چی میگیم؟ میگیم کودک خودمون رو در تاکسی مونده گرفتیم اکمل چی کاری میکنیم نمیکنیم کودکی ما رو یافت
شو جانکا زیب نشم ما یک ایلاج کرده کودکمون رو می‌یابیم. زینب گیر گوش خود کودک من در چی حال باشد؟ آن مرد بوده پرتاب یا خانه‌اش بود؟ چهره آن مرد رو در خاطر داری؟ نه، چهره‌اش را در خاطر ندارم، لیکن بسیار مرد حلیم می‌نمود. اکمل، شاید رفته به میلیسیا مراجعت کنیم. چی تو عقلت رو خورده ای؟ ما با میلیس رفته چی میگوییم؟ میگویم فرزند خودمون رو در تاکسی مونده گرفتیم. به فکر من آن مرد کایها از بالای تو شکایت کرده است. اکمل، چی کاری میکنی نمیکنی؟ کودک من رو یو. شو جانکم ما یک ایلاج کرده فرزندمون رو می‌یابیم. سه زینب گیر گوش خود کودک من در چی حال باشد؟ آن مرد برده پرتاب یا خانه‌اش بود؟ چهره آن مرد رو در خاطر داری؟ نه، چهره‌اش را در خاطر ندارم، لیکن آن مرد بسیار مرد حلیم می‌نمود. اکمل، یکی به میلیسیا رفته مراجعت کنیم. اکمل، شاید به میلیسیا رفته مراجعت کنیم. چی تو عقلت رو خورده ای؟ ما با میلیس رفته چی میگوییم؟ میگوییم که فرزندمون رو در تاکسی مانده گرفتیم. و فکر من آن مرد کایها از بالای تو شکایت نیسته است. اکمل، چی کاری میکنی نمیکنی؟ کودک من رو یو. شو جانکم ما یک ایلاج کرده فرزندمون رو می‌یابیم. شو جانکم تو ذکی نکن. شو جانکم شو اکمل، چی کاری میکنی نمیکنی؟ کودک من رو یو. شو تو ذکی نکن جانکم ما یک ایلاج کرده فرزندمون رو می‌یابیم. خاموش نباش. ما یک چی کاری میکنی نمیکنی؟ کودک من رو یو. شو جانکم تو ذکی نکن ما یک ایلاج کرده فرزندمون رو می‌یابیم. چی کاری میکنی نمیکنی؟ کودک من رو یو. شو جانکم تو ذکی نکن ما یک ایلاج کرده فرزندمون رو می‌یابیم. اکمل، چی کاری میکنی نمیکنی؟ کودک من رو یو. شو جانکم تو ذکی نکن ما یک ایلاج کرده فرزندمون رو می‌یابیم. اکمل، چی کاری میکنی نمیکنی؟ کودک من رو یو. شو جانکم تو ذکی نکن ما یک ایلاج کرده اکمل، چی کاری میکنی نمیکنی؟ کودک من رو یو. شو جانکم تو ذکی نکن ما یک ایلاج کرده فرزندمون رو می‌یابیم.